دو عائله در همسایگی همدیگر زندگی می‌کردند. در یکی از عائله‌ها زن و شوهر مدام جنگ و خرخشه می‌کردند و برعکس این در عائله همسایه همیشه آرامی، یکدیگر فهمی و شادی و نشاط حکم فرما بود. باری زن عائله جنجالی به همسایه‌های خود حسد برده و به شوهرش گفت: کنی یک بار به خانه همسایه رفته بین که آنها چی کار میکنند که مدام در خانه‌شان آرامی و یکدیگر فهمی است. مرد رفته در جای موافق پنهان شده و رفتار و اعمال زن و شوهر همسایه را زیر نظر گرفت. او دید که زن همسایه به شستن فرش مشغول است. ناگهان چیزی به یادش رسیدگی بر این به سوی آشخانه می دود. این زمان شوهر او سراسیمه وارد خانه شده و پایش به ستیل پورا برمیخورد که در نتیجه فرش خانه را آب زیر میکند. زن به آشخانه برگشته گناهکارانه به شوهرش نگریسته میگوید: ببخش عزیزم، من گناهکارم. نه جانم، تو مرا ببخش، این گناه من است. مرد که پنهانی این همه را میشنید به خانه‌اش برگشت. زنش از او پرسید: خوش دیدی؟ خیر چی؟ اسرار آنها در چی بوده است؟ بله، همش را فهمیدم. یک چیز مقرری، در عائله ما همه حق هستند، اما در عائله آنها همه گناهکار.